صبر کن یه بیت بهت بگم که دیگه بعد از این نشینی جلوی دیگران همش از بدبختیات و دردهات و مشکلات صحبت نکنی. حافظ میگه ز دست بخت گران خواب و کار بی سامان، گرم بود گله ای رازدار خود باشم. خیلی حرف مهمیه، آدم رازدار خودش باشه. شنیدید میگن رازتو به دیگران نگو، دیگران میرن به بقیه میگن. خب خودت رازتو به دیگران نگو، خودت اون آدمی باش که راز رو برای خودت حفظ میکنی. ز دست بخت گران خواب یعنی از دست بختم که خوابش سنگینه، بخت خواب رفتم که خوابش خیلی سنگینه. ز دست بخت گران خواب و کار بی سامان، کارهام که هیچ کدوم به نتیجه نرسیده، به سامان و پایان نرسیده، اگر از اینها گله ای دارم، گرم بود گله ای رازدار خود باشم. سعی بکنم که راز خودم رو پیش خودم نگه دارم تا اون موقعی که بتونم خودم رو ترمیم کنم و کارهامو سر سامون بدم. اون موقع میرم موفقیت هامو پیش دیگران جار میزنم، نه شکست هام یا دلایل شکست هامو. ز دست بخت گران خواب و کار بی سامان، گرم بود گله ای رازدار خود باشم.